مسکې موږ هغه ابتدایي شیان مو ویلي وو. نن په مثلا پیټرن باندې خبرې کوو چې یا یو سایډ واک جوړوي داسې پوښلی اوسي، یعنې مغلق شیپونو باندې کار کوي. د هغه لپاره زه مخکې له دې چې هماغه مغلق شیپونو باندې کار وکړئ مسینګ انسایډ ته لاړ شئ، ان پلیس مس راواخلئ، یو نوم ورته ورکړئ، هر شی نوم چې ورکوئ یا زه سایډ واک کاور یو شی نوم مې ورته ورکړ. د دې لپاره ریفرنس پلین جوړوئ. یو غواړم یو دلته ریفرنس پلین ولرم دې ځای کې. صحیح ده؟ یو ریفرنس پلین بیخي زه دې ځای کې ورکوم. بیخي ګوره یو بل ته مخامخ نه دی، هر جای که جور میکنیم در زاویه او دل شما استانه رقم که باز تو میتین میشه که یک پلین دیگه هم جور کنیم. اینم اینجا بس استانه قدر نه کتی موازی اگر جور میکنی یا موازی جور نمیکنی، اگر کتی او موازی میری این را سکیپ کنین، اینمی پک بگیرین اپسید بتین. مثلا اپسید میته یونیت فکر میکنیم در چی هستن، باز ببینیم در شاید میلیمتر باشه سایز. ما 12,000 میتیم، این 12 شده. این پسان هم میشه که اوز کنیم. اگر یونیتش تغییر میتین حالی میلیمتر هستن این را متر میکنیم که کمی زود کار کنیم سایز. این میتر اگر این دیگه هم پس میبری مشکل نیستن که دیگه هم پسش ببری، یا اگر این را دیلیت میکنی دیگه جور میکنی مشکلی نیستن سایز. مقصد او مطلب بگیرید. نامگذاری نمی ریفرنس لاین خیلی مهم هستن. دیتا باید یو نوم ورته ورکړئ. زه دیتا یو ورکوم، یو ریفرنس پلین. دیتا چې دی 2 او دا چې دی دیتا وایم 3. صحیح دی؟ ګوره 3 پلینونه موږ سره سو. اوس غواړم چې دې ځای نه کار شروع کړم. زه ماډل لاین ته ماډل لاین موږ ډرا ان ورک پلین په ورک پلین باندې یو شی جوړو. دا راواخله سیت پلین اینجا اونمو ریفرنس پلین یکی ما که اول بود در یکی که کار میکنی اونمو رو انتخاب میکنی. مثلا ما ریفرنس پلین یک اینمی رو میگیریم سیز. اینو گرفتیم. این دل شما اگر از ایلیویشن نارت کار میکنین یا از ایلیویشن ساوت کار میکنین. این طرفی ما ساوت هستن. خب هر وقت پروژه جور میکنی تقریبا در پروژه این طرف ساوت میباشه، اون پایان ساوت و بالایش نارت میباشه. از این نمی طرف به ما کمی آسان‌تر میشه. اگر از این طرف کار میکنی اون طرف هیچ مشکلی نیستن. خب اینما ساوت اوپن ویو برایش میگیم. نه اونمو پلینه که ما کار میکنیم اینا برای معلوم میشه که در این پلین ما اونمو چیزی که ساید واک کاور هستن اونمو سکشن جور میکنیم که چه رقم باید باشه سایز. اینا مادل لاین گرفتیم. اگر کرو میگیری اینا میره بگی کرو جور کنیم. اگر کرو جور میکنی، اگر کرو جور نمیکنی دیگه شیپا جور میکنی اینا میره جور کنی. ما کرو میگیریم سایز تقریبا 6 متر 4 متر بگیریم سایز. 4 متر هم خیلی کلام هستن سایز نه. 4 متر که ما قطرش بگیریم 2 متر بلندی میاد بیخی بس هستن با ساید واک بلندیش. اینمی ایرا کنسل کنی ایرا جور کردی نه. حالی دایی پلین که جور کردی میخوایم یک سکشن دیگه اگر به این اندازه میتی یا به دیگه اندازه جور میکنی در دیگه پلین باید ما جور کنیم. باز برین در مادل لاین سایز اینا سیت پلین در این سیت پلین بیاین اینا منجا اونا 2 برایش انتخاب کنیم.
دو پلین ما اینجا هستن به خاطر که کتی یکی دیگه چی نبود دور بود سیز ولی هیچ موازیم نبودن نه اگر اینجا نمیتونی که خوبتر جورش کنین اینم اینجا ورک پلین ویور میای خب این ورک پلین ویور او کتی موازی نبود نه میشه که اینجا جور کنی و نمونجا بیاین این ما اینجا جور میکنیم به خاطر که یک کمی چی بیاین مادل لاین ورک پلین کار نمیکنه اینجا این نمیکنه سایز کلیک نکرده بودیم سایز این ورک پلین ما هستن اونجا 4 متر شوا قطرش گرفته بودیم این 4 متر میگیریم اینم اینجا جور شد سایز اونجا برای معلوم میشه اتومات دونمو پلین آمد حالی را کنسل کنی باز برین در مادل لاین ست پلین برایش بگوین حالی میرم ده چند ده 3 میریم این 3 پلین اونجا که خوب نمیشه اینجا باز خوبتر با ما معلوم میشه نه او کتی اینمی دیگه پلین ما موازی بود به خاطر اونم این رقم معلوم میشه که او بیخی موازی هستن سر اینمیم جور کنی خب ولی در سر اینمی نمی باشه این میره پشت اونمو میره دیدی او پلین دور هستن سیز تا اینجا خب مشکل نداری نه وقتی که اینمی را جور کردی آلی برین در 3D یعنی که بتانی کلش سلیکت کنی در ویو اینه در 3D ما رفتیم سیز در 3D که رفتیم دست که بزن که ازی چی برایم نه اینمی را سلیکت کنین سلیکت شد سیز کنترول بگی ایرم سلیکت کنین اینمی را سلیکت کنین هر سهش سلیکت کنین بیاین کریت فرم اون فرم با ما چی کرد جور کرد چیزی که ما میخواستیم خب این او 4 متر قطر داره 2 متر بلند هستن این فرم با ما جور شد حالی میخوایم با اینمی فرم مثلا اگر از فلز جور میکنه 50 در 50 سانتی هر چقدر که چی میتینه نه پیترن که میتی با پیترن داری چی میگه تکسچر چی میگه گوره دسته ها شکل یک عش میگی یک شکل میتی یا میبری حالی اینجا معلوم میشه حالی ما نمیفهم پیترن چی میگه ده چی خانه بندی میکنی نه سیست ها مقصد یگان چیزا هستن خب پیش از اینمی که با او برین اینمی را سلیکت کنین اینجا دیواید سرپیس این سرپیسی که ساختی اینمی را دیواید کنین قسمتش کنین اینا دیواید برایش بگوین اینجا تقسیم شد ولی بخواست ما نیستن چیزی که ما اینجا که یو گرید هستن یو گرید اینمی هستن خب ای تو که دور خورده یا اگر شکل یو باشه یا نباشه اینجا سافتویر یو برایش میگه خب یو اگر مثل مثلثین باشه یو برایش میگه خوازی باید پامیده شه که اینمی که تو دور خورده و ای دیگه گرید که هستن اینجا که وی گرید گفتن نه اینمی ها گرید هستن اینمی طولانی هستن اینمی را که چه رقم تغییر میته یک خو اینجا نمبرش زیاد کرده میتونی مثلا این طولانی هستن اگر زیاد میکنی یا کم میکنی اینجا 5 برایش میته اون 5 شد سیز پس او سرپیس سلیکت میکنی اینمی یو برایش زیاد میکنی 15 شد اینمی اینجا میتونی ولی از این رای خوبتر باید پیدا کنیم این را سلیکت میکنی میری در پراپرتیز این سرپیس باید سلیکت باشه خب اینم اینجا باردر تل کل چیزا برایت میآید خب اینجا بیاین در لیاوت فیکس نمبر است ما فیکس نمبر نمیتیم برایش میگیم مکسیمم سپیسینگ حالی در 3 متر هستن 3 متر ما نمیخوایم برایش میگیم در 1 متر با ما جور کنن این کلش در 1 متر شد اینمی یو گرید که هستن این را میگیم که مکسیمم سپیسینگ این در 1.20 هستن این ما میگیم برایشان که در 1 متر شو سیز وقتی که اینمی را جور کردی
پیش از اینکه پینش برایش بگوین برین ده اینجا پیتران هستن. خب مثلا پیتران هست، اگر اینمی رکتینگل ها بگیرین، رکتینگل اونمونجا ولی این رکتینگل حالی خالی هستن، نه اون سرپیس اونجا اپلای شد. اگر بگیرین که اینمی رقم باشه، رامبوید هستن، چی هستن رامبوید، اینمی رقم باز پیترانش میاد. اگر ترینگل برایش میگی، ترینگل بینت باز اینمی مثل مثلثی برای میاد. خب ما از این تیر میشیم یک پیترانی که خود ما جور کرده باشیم. اینمی اینجا مثلا یا پروپیل میخوایی که اینمی که برایت معلوم میشه اینمی لینا، خب باید یک استراکچر داشته باشه نه. په دې باندې بیا چې تاسو د مثلا د ټیوب سیکشن اپلای کوئ یار ډول چې تاسو وغواړئ اوس جوړیږي. زه اوس غواړم فیملی ته ځم، فیملی کې هماغه شی جوړوم، دلته یې راوړم، بیا ډېر ښه ښکاري. صحیح ده. فایل ته لاړ شئ، فایل دلته نیو راواخلئ، فیملی دلته پروفایل وګورئ، پروفایل چیرې ده، دلته دا میټریک کرټن پینل پیټرن بیسډ دا به راواخلئ. صحیح ده. زه کرټن پینل جوړوم چې همدې پیټرن سره بیا خپله جوړ راځي. ښه اوس زه یې جوړوم، بیا خپله پوهېږئ چې څنګه جوړېږي. اوس دغه وګوره ده. اگر خب به یک چیزی فکرتان باشه، خب مثلا اگر اونجا مثلثی کار داری، مثلثی جور کنین، اونجا لودش کنین، خودش اونجا مثلثی اول اگر مثلثی میخوای اینجا سلکتش کنین، سلکت دا پراپرتیز برین، اینم اینجا اونجا ببین اینجا میرین، اینجا رکتینگل هستن، نه سلکت کنین، این ترینگل هستن، نه اونمو چی هستن؟ مثلث هستن. رکتینگل خود مستطیل میگه، نه این میشه این گرید سلکت کنین، اونمو چیزی که اونجا داره اینمی هسته، نه اونمو انتخاب کرده میتونی. خب یکی ما این جور میکنیم، باز میریم ده اونمو که چی رقم ما این میبریم و چی رقم معلوم میشه. اگر میخوایی بخی چی انتخاب کنیم، اینجا بیایم اکتاگون، اینمی اکتاگون، اینمی را انتخاب میکنیم، اینمی شد. خب ببین چی رقم کار یک دفعه یونیت را ببینیم که یونیت ماده چی است. اینجا ده میلیمتر هستن، خود ای پی میلی ده میلیمتر کار میکنیم. اینجا که آمدین یک دفعه برین ده خود پلان اینمی، ای پلانش هستن. اینجا یک پوینت بگیرین. خب این به خاطر میگیریم که اونجا باز شپ جور نمیکنه، اینجا یک پوینت ما آمدیم. صحیح است. حالی پس برین ده 3D، اینمی پوینت میشه که ای را دور بتین، ای طرف بیاین، اینجا پوینت هستن. صحیح است. ما میخوایم یک پایپ به این استراکچرش اپلای کنیم که یک پایپ باشه. مادل لاین بیاین، اینجا ست پلین برایش ببین، دیگه پروسیجر اونمو رقم هستن. اون نقطه به خاطر ما آوردیم که پلین ما ده ای پلین سلکت کنیم که خوبتر جورش کنیم. اینمی چی میگیریم؟ دایره. خوی 20 سانتی خیلی کلان هستن. خب 20 سانتی ما نمیخوایم، 4 سانتی بتیم بس هستن. اینه 20 میتیم، 20 اینم حالی اینمی دایرم سلکت شوه، اینمی سایز و این ریفرنس کنترول بگی ریفرنس لاینا سلکت کنیم. اینجا برایش بگو کریت فورم، اینمی فرم جور کرد. حالی این فرم ما میخوایم که با او پروژه ما بره، لود اینتو پروژکت. سایز دا پروژه حالی لود شد. خب اگر ما دا ای 3D بریم،
اینمی را سلکت کنین. اونجا اکتاگون بود نه؟ اکتاگون اینمی بود. اینمی را اگر هیچ انتخابم نکنین مشکل نیستن. خب ولی ما نمیخوایم که بیان. حالی اونمو پیمیلی که خود ما جور کردیم باید بیان. یعنی این پیمیلی ای هستن. حالی اپلای میکنیم یکمی وقت میگیره. خب اینه اپلای شد. چیزی که ما میخواستیم ولی دور دور هستن. حالی کمی نزدیکش میکنیم. خب این 1 متر ما نمیخوایم دیستنس. این برایش میگیم اینجا 2 متر است 0.30 سانتی. به خاطر که چی ما 4 سانتی بود و قدر کلان نیستن نه. این نمیم 0.30 برایش میگیم. اپلای کنین باز ببین که چه رقم شکل عظیمی برای. اینه دیگه هم نزدیک شد. دیدی؟ اگر اینمی را کمی دور کنیم اینمی مثلا این شو 0.8 بیخی مربع نباشه نه. این اگر 0.5 شو اونمو 0.30. یگان دفعه نمیشه نه او چیزی جور نمیاده بینش. ولی اینمی رقم کریت میشه. اگر ما حالی در خود لیول 1 بریم در لیول 1 سایز اینا در لیول 1 میریم یک چی اینجا جور میکنیم. از این بیخی میبرایم سایز پینش میکنیم. اینجا یک سلب برایش جور میکنیم زیرش پلور جور میکنیم. اینا پلور میگیریم. پلور بگی اینمی لاین بگی اینجا میشه ای بگیرین یا اینمی سپلاین بگیری یک رقم پلور جور کنی خانه. پس سپلاین بگین پلور ما جور کردیم برایش سایز. حالی یک کمره ویو میگیریم ببین که چه رقم یک چیزی ما جور کردیم نه اونجا خوب معلوم نمیشد. حالی اگر اینمی کمره بگیرین ای تو برایش ای تو ببینی خیلی یک چیزی مغلق هستن. خب اینا در ریلیستیک ببینین دیدی؟ اگر ایره مثلا ایره پینت میتریالی شما در پینت برین یک میتریالی روشنتر شد اینمی چوبه برایش چی می حالی دا او 3D برین دا او 3D که ما گرفتیم اینمی تو یک شیپ جور کردم. ای اگر اونمو تو جور میکنی خیلی چی میخواه نه زحمت میخواه که چیز جور کنین. اینمی چیز جور میکنی خیلی بسختی جور میشه نه. حالی پس اینمی را سلکت کنین. اگر ای رقم نمیخواه نه یک پیترنش دیگر رقم باشد خب ما یک چند پیمیلی را جور میکنیم. او پیمیلی چی شد؟ اینمی بود نه. دی 3Dش برین. این مثلا رکتنگل نباشه چیش بگیرین ترینگل بگیرین. در این ترینگل هم باز مجبور هستین که اونمو یک نقطه را بانین که چی شود. خب ما حالی هیچ نقطه نمیمانیم. ببین که چه مشکل جور میکنه سایز. اینما اینجا هیچ نقطه نمیمانیم میریم مادل لاین. اینم اینجا خود نمیتونیم که اینمی چی را حالی ست کنیم نه. اگر ست میکنیم مجبور هستیم اینمی پلینا که هستن اینجا اینمی را بگیریم خلاص. کتی باز چی نمیشه ای تو دا یک لاین نمیانه. خب اینمی را میگیریم. اگر اینجا جور کنین ظاهرا خوب معلوم میشه بمانه که خوب هستن. که دا وڑکایم که او دا خپل موقعیت که نده گوره
اوس دا بیا هغه نه ګوره ډېر موږ ته ښکاري چې خپل موقعیت کې ده خو ته اوس وګوره چې څه شی کېږي ګوره سلیکټ مو دی کریټ فورم ورته وایه فورم یې هم کریټ کړه خو ولې فورم چې دی ډسپلیس د هغه ځای نه خورېدلی دی کدام که رفرنس لاینه ما هست نه د نمونه آمده این طرف آمده اگر ما اینمی ببریم به او چیزی که خود در پروژه ما هستن بیخی گد ود میشه به خاطر اونمو ضرور هستن که ما چی کنیم اینمی را دیلیت میکنیم در پلانش میری در پلان یک نقطه میگیری اینمی نقطه این پوینت الیمنت هستن سر اینمی میمانی به این که بچسبنی حالی برین در چی در خود 3D اینمی نقطه هستن در این نقطه که رفتین حالی مادل لاینه بگیرین ست پلینه بگیرین اینجا که برین اون پلین سلکت میشه که ایس ورطه مخم نه اگه پلین تا اوز سلکت که اوز کولای سی تی جوڑ که ست پلین زه دا پلین سم را اخلم چې وګورم کله کله چې کار نه کوي همدا لامل یې ښه سیټ پلین همدې پلین کې اوس کار کوسی ده دا هغه راخلم د دایروي شکل مهم نه ده چې تاسو دایره راواخلئ میشه اونمو اگر میخواین دیگه چیز بگیرین صحیح ده دا در روام اخسته اوز کنترول ونیسه دا خو سلکت ده دا سلکت که ریفرنس لاینونه کریت فورم ورته وه اوس وګوره فورم بیخي هماغه کوم ځای کې چې ریفرنس لاین ده هماغسې راغلی اوس دا لوډ که مخکې مو لوډ کړې وه د هغه نوم له دې سره یو شی دی پیمیلیا او پیمیلیا هغه باندې زه ور رایټ کوم صحیح ده نه مو دی په کار هغه باندې خو وپوهېدی اوس دا کله چې هغه باندې هغسې لږ وخت نیسي ښه هر شی بیا موږ سره تغیر کېږي لږ صبر وکړه چې وخت نیسي دا چې دی ډېر مغلق هغه دی که نه هلته اوس وګوره یوازې 50% کار کړی دی نور پاتې دی یو څه به ورته منتظر سو زه به دا سکرین ریکاردر به ودروم خب او پیمیلی لود شده اونجا خب این را سلکت کنین در پراپرتیز برین اینمی اندازه کمی زیاد کنین یا یک دفعه اینمی را چی بانین بیخی نو پیترن صحیح این خیلی کم است نزدیک است نه که دایسی همدا لاملی دا بلگ لری کو صحیح ده زه دا لري کوم نه دا خو هغه ده وګورم چې هلته سم کار کوي که نه زه دا 1 متر کوم صحیح ده دا بل خو 1 متر دی 1 متر اوس ځم فیمیلی 2 ته ښه چې اوس راځي که نه راځي لږ صبر کوم او هرشه سایډوال دی ګلخانه اینجا سبقه دیتیل از این بخواه یا خو کل چیزا میشه او خو پیش خوانده او خو از اول که این آمد اول که کار میکنیم دیتیلا و نمور پیش میشه که در سای چی آزینمی خو کل چیزا ما خواندیم پیش داده او سامقه طول اینمی آلیمی فلزی این فلزی شد و نمو چیزی که ما میخواستیم که مثل مثلث و ریشانه او اکتاگون نباشه این و نموش اگر حالی اینمی اندازه ایش تغییر میشه که تغییر بتین اینمی گریدایش از زیاد میکنه کم میکنه اینمی گریدا که هستن گرید دیگه اینمی ورتیکل گریدی دور هستن این ما در 50 برایش میگیم که کار میکنه یا نمیکنه
این میشه در دیوارای خود تزیینتی که هستن در داخل تعمیر میشه در اونمو استفاده کنین. از او پیترن هر رقم جور کرده میتونی، حتی در او یک شیشم گرفته میتونی، ولی اینمی سراخا که معلوم میشه نه در این میشه اونمو پیمیلی تان ایدیت کنین، ایدیت اونجا یک شیشه بگیرین، هر چیز میتونین که چی کنین و دیگه اگر پرکتس داشته باشین باز خیلی خوب میشه. مثلا اگر شیشم بخواین در او پیمیلی بینشان پر کنین او را متریال گلاس چی کنین اصلا اینم اینجا بیارین خلاص اینجا برایت کار میکنه. هر رقم که بخواین خوب این اگر حالی اونمو 3Dش چی کنیم 3D ما مقدر زیاد پرکتس حالی نداریم سیز باز یک روز میشه که اونمو شیشم بگیریم کتشم کلوز کنیم بیاریم. بیا به ابراهیم تا تزن تا سیز زن چه؟ نه مالتا تزن تا که اوس کش هر شی تنیسی خواه گوره دلتا زوز تغییر راوڑم سیده اینمی از ببینیم که کار میکنه یا نمیکنه. ما مقدر پرکتس نداریم ابراهیم میگه که کار کنیم سیز ببینیم که حالی کار میکنه یا نمیکنه. اینمی را سلکت میکنیم یک کریت فرم برایش بگویم اینمی رقم که یک فرم کریت میکنه یا نمیکنه. اینا بینش پر شد سیز میبینی پر هستن. اینمی را لود میکنیم سری اونمو دا اونمو بیان دا پیمیلی دو و یکمی وقت میگیره خوب به خاطر که بینشم پر شد دیگه خب متریال اساین کرده میتونیم به چیزی خوب قدر چی نیست دانو بیا ابراهیم وقت نیستی خواه گوره لود پیمیلی ریجنریتینگ ما کمپیوترم دا مغلق کار نیست کنم اینش شد ببینیم که چی رقم شده سایز. اگر حالی در این هیچ معلوم نمیشه نه خوب نشده چیزی که ما میخواستیم اونمو رقم نشده. ببین اونمو خود پیمیلی هر چیز چی کرده گم کرده. خب میشه که اونمو لاک شد خب یک روز دیگه برایت کار میکنیم حالی وقتی ما چی میشه خب میشه که باز چی شد خب دیزای پر خب مشکل نلاره کنم. حالی نمی سایدواک خو یک دیدی که خیلی با مشکل ما 3 دانه ریپرنس پلین جور کردیم باز اونمو قوسا را جور کردیم خیلی با مشکل ما تانیستیم که جور کنیم. نه یک رای آسان شاید اینمی نباشه دیگه چیز جور کنیم مثلا نی سایدواک نباشه یک چیز دیگه جور میکنی سایز این را ما بخی دیلیت میکنیم. اینجا کنسل برش بگیم در فیلتر برین او چی فلور لیولای ما چی نشه فلورم دیلیت شوه فلور لیولی ما بانه سیز اوکی حالی دیلیت برش میگیم که دیلیت شوه سیز. ببین در مس ما میریم مس سیز این پلیس مس اینجا یک نام برش بتین هر نام که ما مس یک میمانیم سیز. اینجا بیاین اینمی سپلاین ترو پوینت هستن اینمی را بگیرین. خب هر رقم چیزی که مغلق جور میکنین در این لین میتونی جور کنین. ببین هر جایی که میبرین هر چقدر دور میبرین گپینین. اینجا مادل لین اینجا باز چی بگیرین اینمی پلین بگیرین ست پلین برش بگیرین. این ما در این پلین کار میکنیم. این دفعه یک چیزی خیلی یک دیگر رقم جور میکنیم. این 8 زول داره نه یا 6 زولی هستن. اگر 6 هستن 6 ساید اون بالا نوشته کرده اگر 8 ساید هر چو سایدونه چه واره اگر تغییر اول ما اینمی 6 ساید هم میمانیم. باز ست پلین ببر اینمی پلین برایش بگوین اینمی پلین میشه که این از این طرف برین این جورش
اگر ای خرد میکنین یا اگر ای میخوایی که هیچ چی نباشه نه او رقم نباشه این یک دایره باشه باز ببینیم که کار میکنه یا نمیکنه شاید بکنه کار خوب این مثلا دایره باشه باز ست این نمیره ست کنین میره باز اونمو ششزولی بگیرین باز ست پلین این میره ششزولی میگیری این می رکتینگل میگیری هر چی که میگیری مشکل نیستند خب اگر رو بروی اونمو بگیرین مخامخ چې لږ ورته وګورئ بیا سړی ښه کولی شي چې یو شی جوړ کړي که نه زه به دا همدا set ای پلینم بگیریم این اینجا این set plane این میم بگیریم سیز حالی کنترول بگی کنترول کلش باید سلکت شود این را سلکت کنین این می سلکت شود این سلکت شود این میم سلکت شود این و این می او یو خبره مولای ده اونوزی باید دغه سپلاین دا سپلاین چه ده دا باید سلکت اوسی که دا سلکت نوی او بیا نه هغه پاد نه پیژنی کنه دا فورم نه کریټ کوي اوس فورم دوله اینمی رقم فرمم میشه که جور کنی این اینجا ششزولی بود باز دایره بود باز ششزولی و رقم که یک شپی خیلی مغلق هستن اینمی نه اینمی رقم شیپ هم میتونی که ای را کریٹ کنی اگر حالی سلکت میکنی یک پیس سلکت کنین اینا تاب بگیرین تاب اینمی را سلکت کردیم اینجا دیواید سرفیس ای با سرفیس دیواید کردیم اینجا بیاین او پیترانه پی میلی یک برایش میاری هر یکی که برایش میاری ببین که چی رقم معلوم میشه اگر اینجا ای رقم باشه اینجا دیگه سرفیسش اینمی سرفیس سلکت کنین اینمی سرفیس دا دیواید سرفیس که کلام چه دیواید که بیالار سه پی میلی دو چیره اگه ملک سیو نکره کنه که دا ورطراخ گورم اگه مورتا اپلای که خدیزه پر که مشکل لره فینیشی که اوس چه ده همدامس مونږ سره جوړ سو دا نه پوهېږم چې ولې رانغی که نه ګوره دلته هغه کریټ سوی دی ښه زه که ټاب ونیسم ټاب د دې منځ کې هغه کوم هغه چې دی هغه دغه منځ یې ډک سوی دی ښه دا چې ولې هلته نه ده راغلی ښایي همدا هلته جوړ رانسي ورسره زه به بیا وګورم چې ولې نه دی داسې منځ یې سم نه دی راغلی که زه داسې ډیواید کړم چې دې منځ ته مونږ کولی سو چې نه دلته نشته سرفیس زه دا بیا درته کار کوم نن خو همدومره بس دی که نه نه کار کیږي اوس وخت هم نشته دومره دا درته کار کوم هېڅ خبره نه